سفیانی کیه؟ آیا حوادث اخیر سوریه ارتباطی با سفیانی داره؟ سفیانی و خروجش یکی از 5 علامت حتمی قبل از ظهور امام زمان علیه السلام معرفی شده. روایات زیادی هم در جزئیات حرکتش و اوصافش وارد شده که البته این جزئیات قابل بداع هستند. خب سفیانی یعنی چی؟ امام صادق علیه السلام فرمودند که ما و آل ابی سفیان 2 خاندانیم که همواره درباره خدا با هم در جنگ هستیم. ابو سفیان با رسول خدا جنگید، معاویه با علی، یزید با حسین و سفیانی با قائم علیه السلام خواهد جنگید. بنابراین سفیانی ادامه معنوی آل ابی سفیانه که در آخر الزمان همچنان بنای مقابله با آل محمد رو داره. اگه اینطوره پس چرا گفتن سفیانی قبل از امام زمان خروج میکنه؟ علیه چه کسی خروج میکنه؟ با چه کسی میجنگه؟ بله، فرمودن با یمانی و فرمودن که یمانی شما رو به سمت صاحبتون دعوت میکنه، یعنی فرستاده ای از جانب امام زمانه و در آخر الزمان آل محمد رو یمانی نمایندگی میکنه. پس اگر امروز ما دنبال راه نجاتی هستیم از این جریان وهابی سلفی خطرناک، راهش اینه که بگردیم و یمانی موعود اهل بیت رو پیدا کنیم، درباره دعوت یمانی منصفانه تحقیق کنیم.